درود برابرکس گنگ، چطورید؟ من سوسو هستم و امروز اومدیم آموزش 120 FPS رو واسه ما هم موبایل هم آیپد بدیم 100% تضمینی. خب پس بریم، لیتس گو. خب بچه ها ببینید که کاملا روونه، 120 فریم میده. دیوایس منم سامسونگ A20s هست. خب بریم تو ستینگ نشونتون بدم. فریم ریت بالا. خب میبینید روی اسموت داشتم، اولترا اکستریم 120 فریم داره من میده که میبینید دقیق لابی و هام و اینا هم کامل میبینید. روی کاستومایز داشتم گرافیکو. خب بریم که آموزشو بهتون بگم چجوری. بچه شما به 2 تا برنامه نیاز دارید، شیزیکو و 90 FPS که همتون میدونید دیگه کدوم هست. خب شیزیکو وارد شیزیکو میشیم. محیط شیزیکو که اینجوریه. خب من بیرون میریم تو تنظیمات، میایم دیولوپر آپشنه که باید قبلش فعال کنید. داخل دیولوپر آپشن میایم وایرلس دابینگ رو پیدا میکنیم، فعالش میکنیم، آنش میکنیم، روشنش میکنیم. بعد باید بی وای فای بس باشیم، بس میشیم. بعد پیر دیوایس ویش پیرینگ کد میزنیم که با کد باید شیزیکو هم اینجا فعال میشه، ران میشه. یعنی اینجا یه کدی به ما میگه، این کد رو باید وارد اعلان داخل اعلان شیزیکو کنیم. کد رو میزنیم و ثبت میکنیم قبول کنه که قبول میکنه. خب اوکی رو میزنیم. الان دیگه شیزیکو برامون فعاله. خب الان میریم توی برنامه 90 FPS میکنیم لوچه. خب 90 FPS اومد. خب نگاه کنید الان اون بالا گوشه سمت راست چشم چراغ اعلان سبز زده، یعنی شیزیکو برامون فعال شده. خب این بخشی که میبینید ما بر اپ 90 FPS گزینه ها میبینید. یک بالا اولی آنالوگ 120 FPS رو میزنید. اگه شیزیکو فعال باشه 120 FPS براتون فعال میشه. خب وقتی 120 FPS فعال شد میاید به بخش GFX پروفایل، این چند تا گزینه پرفورمنس مود و اینا همه فعال میکنید و دیگه تمام. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و کاربردی باشه. چنلمونو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره تا ویدیوهای دیگه. بدرود.